رسول صلی الله علیه وسلم میگوید که ما تحت الازار فهو فی النار. هر چیزی که ما تحت الكعبین، اما تحت الكعبین من الازار ففي النار. هر یک ازاری که یعنی وای کرته باشد، شیم باشد، اگر تامین عاشق پو یعنی بجلی که پو پاس باشد، وای چی میشد؟ در دوزخ میشود. برای من چی باید که از چی دوی از عاشق بالا پو بلنده داشتن. برده میگن که دو برادر اگر یکون تجارت کند و یکتیش فریب کند، اگر این دویمش برونده همه جا اعلام میکرد است و همین عمل درست می که من فریب کرد. چی؟ دو برادر اگر تجارت کار کنند و بینشون نافهمی شده، در حقیقی یکتیشون دویمشون فریب کنند، اگر آدمی که همین فریب خودی برونده هر یک مردم برونده میخواد این من فریب اگر کرد. نوما اگر بیند که این هم خیلی فریبگار، دروغچی، خیانتکار باشد، یعنی دیگرایی که برای دیگرها هم مثل این برادر فریبته نشوند، فریب نخورند، تحذیر بیان کنند. اگر نه مثلا وای خطا کرده باشد یا که یک نادون کار کرده باشد، وای چیزی باید که چه روز کند، یعنی نشر نکند بین آدم ها. مناسب این برادر میگن که با چی نصیحت میکنید برادرهایی که اگر یک خبرشون آمد مباشرتا برونده اعلام میکند، اول نفهمیده یک انیق نکرده اون خطا گیره. این درست نه. الله تعالی میگه که و این جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی اگر یک آدمی با یک خبر بیاید و چیکار کنید؟ یعنی تثبت کنید. فتبینوا ای تثبتوا. قرائت ابن مسعود انده فتثبتوا مده ثابت کنید. یک قول مثلا چیوای اگر نوشونید گفتن، این رسول صلی الله علیه و سلم مقدمه مسلم انده اومده که میگه که کفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. یعنی آدم که همه چیز شنیدگیشه گفتن گرد، این چی میشد؟ یعنی یک این خودش گناه میشد. یعنی برای همین انسان مثلا یک خبری که میگوید باید که تاکید کند که همین راست است یا نه. یعنی میگن که یک برادر اگر بعدی پیشاب کردن، یعنی که سخت توزه کردن همه شرطش کنید و با وجود همون یک کاغذچه مونده، اگر دونه نماز بند راندن همین حالت که چه از یاد برونده ماند. همین خیلی دیسیپلین، همین خیلی واقعا هایده بود. یعنی بعد از طهارت کردن بو میبیند که پیشابش برآمده است. یعنی نه، برای سنجش میموند بسیاری کس همین آیسش میبرد. بسیاری وقت توی بعد از سون میبیند که یعنی تر شده است. یعنی نه، یعنی عموما اگر این مثلا برای همین پیش از این چیز، یعنی آدم باید که گفتیم در باره این چیز استبرا مثلا چند بار ها گفتیم اینه که یعنی انسان وقتی که می قضای حاجت میکند، خاصتا پیشاب میکند، سراسیمه نشود. سراسیمه چی نشود. باید که به پره مثلا چه قضای حاجت چه کار شده، بعد از که مثلا همین تازه میکند با آب باشد، با یگون سالفیت که باشد، یعنی کمتر یک وقت ایستاد صبر کند، یک میجومد یک حرکت میکند، برای که وای اعضای بدن مثلا با کمتر ممکن جوانده بموند. وقتی که میخیزد موندگیش میبراید. یعنی همین تمام میشه برابر تازه کرد سونش طهارت میکند. یعنی فهمیدید؟ و اگر مثلا این چیز شود، یعنی سر لباسش بی نماز میشد، طهارتش نمیشد و یعنی برای پیش از این چیز باید که اما این تفاوت کاغذ چمونه علت چمونه نه این درست نه این چیز، یعنی نه خیلی چیز این کارو نکنه.